سلام عزیزا و نازنینا، چطور هستین؟ ما خوبیم، جانمان شما جوره بخیر هستین. امروز ما وارش جان ششته بودیم، امروز کمی چای مخوردیم، باز گفتیم کجا بریم چون بعد از چاشتم شد. باز تصمیم گرفتیم بریم در کریستو غای، یک جای است که مجسمه حضرت عیسی علیه السلام است. گفتیم بیا بریم، تصمیم گرفتیم اونجا بریم داشتیم ویدیو بگیریم. من به نوبه خود سلام در دوستا تقدیم میکنم. خدا کنه که خوب و جور و سر حال اما تو تایت و پر انرژی باشین. عزیزا، قسمی که ملیا جان گفت دیگه، ما امروز اصلا هیچ کدام پلان نداشتیم، خانه بودیم و میخواستیم که یک جای بریم اما نمیفهمیدیم که کجا بریم. باز گفتیم خیلی بیا بخاطر از اینکه چون ما قبلا رفتیم این جایا را، اما گفتیم به خاطر از اینکه باید دوستا بینگرن، چون به خاطر یوتیوب گفتیم یک بار دیگه هم بریم یک ویدیو به چیزا بگیریم برای دوستا تا اینکه دوستا هم مستفید شون و کمی ما هم فن بکنیم دیگه. یک چیز دیگه که اصلا نمیفهمم در تصویر، شاید اکثر چهره ما کمی سیادر میه کلان در بیچ سوختیم. از وقتی که آرش جان ما دست کنده اوغای کمال بیخی سفید بود. از وقتی که اینجا ما در آردیم خلاصا سوختیم، آردیم نه پورا فامیلی سوختیم، مثلا که بیچ ماریم اونجا دیگه تقریبا 4-5 ساعت می باشیم نی بیخی سوخته روی های ما. چون اینجا که است عزیزا، واقعا ای که من از کانادا آمدم، در کانادا این راستیش رو بگم، این بیچایی که در اینجا است البته در کانادا اصلا نیست، چون ما اونجا میخوایم هر طرف بریم یک ترای بکنیم، اما واقعا در اینجا بیخی فرق میکنه. اگر خواستین که پرتغال بین، حتما اینجا بیچایش را هر طرف اینجا بیچ است. اما در ماه جون، جولای، آگست دیگه بود تو یخی مشرفتن انتین. یا از بس که ما بیچ رفتیم، به اون خاطر بیخی چهره ما سوخته، بیخی جان و بیخی پوست داده. از اون خاطر شاید ویدیو سری بینی مرام میگیرین، روی مرام میگیرین، پورا سوخته دیگه، ای جایا خو پورا پوست داده. اما با وجود از ما موریم تا وقتی که هستیم در پرتغال موریم، چکرهای خود میزنیم تا اینکه بخیر خداوند دیگه داینده نصیب میکنه، تا اینکه آدم بخیر ده 4 تا دیگه می دیگه یا الله نصیب. اما فعلا که هستیم از وقت خود لذت میبریم، از بیچایشی، از جاهای تاریخیشی، از همه چیزشی دیگه. زیاد پرحرفی نمیکنیم. ما و ملیا جان موریم خیلی طرف دستنشان موریم، همراه شما دوستا شریک میسازیم. فقط برنامه را تا آخر بیننده باشین. از راه ویدیو میگیریم، میگیم که چی رقم یک جای است، درباره تاریخش میگیم که چی رقم چی رقمی او را جور کرده. باز ویدیو رو بینگریم. یگان عزیزا، یگان شین خودم معلوم کنین، نه ویدیو را یگان لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب بکنین. یا مدشمون موریم ویدیو میگیریم، انفورمیشن میدیم. یگان سابسکرایب بکنین تا یک برنامه‌ای که جور میکنیم دشمون نوتیفیکیشن چی به. باور کنین خیلی مشکل است، ما خیلی مشکل برنامه جور میکنیم. یگان نقص و نواقص در برنامه ها مو باشه در ویدیویی که ما جور میکنیم، چون که ما پروفشنال نیستیم، اما کوشش خودمون میکنیم تا اینکه به سطح پروفشنال برسیم. اما هر چیز وقت گیر است، زمان گیر است، وقت میگیره تا اینکه به اون سطح برسیم، اما ما کوشش خودمون میکنیم دیگه. یگان نقص و نواقص چیزایی که در ویدیو میشه شما دوستان دیگه با بزرگواری خود ببخشید دیگه. بریم که بریم. My God, he is so gentle. Yeah. منتظر چی هستیم؟ منتظر اوبر هستیم که بیام. دیدی که مرچه نداشته؟ جانی کم چی داره؟ خراب داد. خدا داد. یکی از فرندای ما گفته که این گل که از سزاری است، مثلا تاچ نکنین که چی. دوستا، هر لحظه زندگی خود با عشق، محبت، صمیمیت زندگی بکنید. مکتب عزیزا، یک موضوع دیگه که یکی از دوستا کامنت کرده بود در یکی از برنامه های ما، گفته بود که بچه قدر عینک استفاده میکنه، آیا کدام مشکل داره یا چی رقم.
عینک به خاطر از اینکه در اینجا دوستا بسیار هفته و زیاد است و نمیخوایم که چشمای ما بیشتر خراب شود، از اون خاطر همیشه ما عینک استفاده میکنم و طبعا یک چیزی است به خاطر سیفتی خیلی خوب است، چون یک ذره خاک و غبار چیزا هم است، به اون خاطر همیشه از عینک استفاده میکنم. دیگه یک کدام گبی خاصی دیگه نیست. از آمدیم در این قسمت مترو استیشن است که اول باید بریم کارد ملیحه جان چارج بکنیم، بخاطر از اینکه کار نمیده، چون کاردای از اینا که است ماهانه باید چارج شود، اما ما باید توکن بگیرم. خب در این قسمت باید 40 یورو باید پی بکنیم تا اینکه کارت برای یک ماه کار بده، اما خیلی سهولت های خود داره، به خاطر از اینکه میتونیم از این کارت از طریق کشتی استفاده بکنیم، ترین استیشن استفاده بکنیم، مترو استفاده بکنیم، تمام از این چیزها رو میتونیم استفاده بکنیم. بس دیگه خیلی مفید است. باید کسی که در این کشور زندگی میکنه باید از این کارت باید داشته باشن، در غیر از اون خیلی مشکل است تا اینکه فر بکنن. ماشینا میتونن استفاده کنن، یعنی کسایی که نمیخوای جبه پی کنن میتونن خودشون اینجا از این ماشینا توکن بگیرن. نه از زمین تو میتونی در اینجا هم چارج کنی. یک کاردای خود کسایی که میخواین چارج بکنن میتونن در این قسمت ماشینا هم چارج بکنن. از این ماشینا در هر مترو استیشن یا ترین استیشن وجود داره. خب کارت خود چارج کردیم، اما این طرف ترین استیشن که در ترین موریم تا کجا رو موریم؟ ترین موریم تا پراگالا، باز از پراگال یک بس میگیریم که راسن تا میکنه پیش اونجایی که موریم. یک بس میگیره و ترین هم بگیم کدام ترین موره و بس هم بگیم کدام بس موره. هم ترینی که مورا طرفی اونجا به نام فرتاگوش. دوستان من خود گرفتم این چیزا را، ردبول یام گرفتم ولی یام بخیلی شماد گفت باید دمام ردبول بگیری. اوکی گفتم بگی. خب عزیزا از مترو بر شدیم، حالا این طرف بس فقط دیگه دمی ترین بر شدیم، از مترو نه. فعلا استیشن پراگال هستیم، از پراگال جدا شدیم آمدیم بالا موریم طرف بس استیشن. بس هم تقریبا یک 8 دقیقه میام، بسی که طرف ما را 09 12 و 07 همین استیشن چیه فکر کنم کیامات. I think so. میتونین دایی ترینکای برقی هم برین، کسایی که میخواین مثلا این کمی پیدروی داره، باز تو باید پیدروی کنی، یا بسی که ممکن پیدروی نداره، یک 7 دقیقه پیدروی داره بس. اما در تمام از یا ضرور نیست که تو بری توکن بخری، میتونی که از اونمو کارد که توی پی کردی اون از همو کارد در تمام از در بس، در مترو، در ترین، در کل چیز استفاده کنی. فقط پی کنی دیگه خلاص. عزیزا یک موضوع دیگه که دیات ماماد همینجا بیشتر همراه ملیحه جان دربارش گپ میزدم این بود که یک کامنت از یک دوستای ما داده بود که باید هر طرفی که موریم در هر قسمت ویدیو یعنی باید گپ بزنیم و تشریح بکنیم، اما مو اول وقتی که چینل را جور کردیم تصمیم این گرفته بودیم که بیشتر تصویر نشان بدیم، خودمون کم گپ بزنیم تا اینکه دوستا خسته کن تمام نشه، یعنی یگان نفر بیشتر نگه که یا بچه پر حرفی میکنن. از اون خاطر ما کم گپ میزدیم، اما خواستیم که ما خدا کمی بیشتر بکنیم، هر قسمت ویدیو را کمی دربارش خلاص تشریح بکنیم و دیگه نمیفهمم که چه رقم معلوم میشده ویدیوهای ما. اگر شما دوستان نظر خود که از ما شریک بکنین که آیا مو بیشتر تشریح بدیم گپ بزنیم خوبه یا یکی مو بیشتر تصویر نشان بدیم و کم گپ بزنیم، هر کدامش که بهتر است شما دوستان میتونین همراه از ما شیر بکنین تا اینکه مو همو قسم برنامه خدا پیش ببریم. خب تو استاپ من نگه شویم و برسیم.
عزیزا کوچای اینجا که هست یک رقم کوچای فکس ترکیه وره که تو بالا موری و دیگه تو پایین موری. خیلی کوچای است که آدم مانده میسازه، خصوصا برای کسایی که یک ذره وزن داشته باشه، یک ذره تکلیف پای یا داشته باشن، خیلی بر از اونها مشکل است. مثلا میگیرین از اون قسمت پایینی ما آمادیم به این شکل طرف بالا موریم و باید ما قدم بزنیم تا که پیش از دستینیشنی که ما میخوایم بریم و قسمت ما قدم باید بزنیم. دیگه برای کسایی که یک ذره وزن بیشتر داره و یا تکلیف پای داره، اونا میتونن که برای خود اوبر بگیرن. اوبر خوبتر است، در غیر از قدم زدن بسیار مشکل است. دوستا خیلی مانده شدیم، هرچی بالا میشیم هیچ نیه که برسیم. ملیحه چی احساس داری؟ هوا خوب است، اون قدرم زیاد نیه، فقط 5 دقیقه من که بریم. هوا زیاد خوب است گشتو از خاطر ایتس اوکی. یا ولی این خوب است که وزن نداره، اما دم خیلی مشکل است دوستا، چون که ما کمک تمرین بادی بیلدینگ میکنم، از اون خاطر یک ذره دم مشکل قدم زدن، ولی کوشش میکنم که قدم بزنم که کمی وزن لوز بکنم. با اون خاطر خب میتونیم که تا اینجا دو برام بیم، ولی میخوایم که بگردیم چون که ضرورت دارم باید یک ذره وزن لوز کنیم. از اون خاطر خواستیم که قدم بزنیم. بالاخره دوستا رسیدیم در نام از این جای چی بود ملیحه؟ کریستیو ری. چی؟ کریستیو ری یا کریستیو ری؟ یا یک نامای بسیار مشکل داره چون پرتغالیس است. کریستیو ری مگه دیگه. از اینجا ماریم داخل. هوای خیلی زیباست امروز چون یک ذره نیم ابری است. ویدیوی ما شاید خوبتر بیه. کوشش میکنیم که ویدیوی خوب بگیریم با کوالیتی خوب دیگه. همادیم داخل. از اینجا ماریم طرف از ایره به نام حضرت عیسی یاد میکنن دیگه نه؟ یا نو خب ماریم در نزدیکی از او طرف از این دوستا خیلی یک ویو زیبا داره چون البته پول است و آوی که از طرف بار اتلانتیک اوشین وصل میشن. یا او پول که هست او پول شما نشانیم به نام 25 اپریل نام از پول است. یا نام از پول به نام 25 اپریل و آوی که در این طرف است پشت سر در این آل ماریم در ویدیو میگیریم و از بار اتلانتیک اوشین است که کانادا را همراه پرتغال وصل میسازن. خب در این قسمت عزیزا تکید است که اگر خواستین داخل از در اینجا اگر بخواین در قسمت بالایی برین شما باید تیکیت بخرین. میتونین از اینجا از پایین از دریافت بکنین. فکر کنم نفر چند است؟ 8 یورو. یا نفر 8 یورو است که شما را مبره در قسمت بالا و از اونجا میتونین که ویو پرتغال خیلی خوب بینگرین. دوستا بلندی از این مجسمه که است تقریبا 110 متر است تقریبا که باز ما میخوایم بریم تیکیت بگیریم از اینجا بریم بالا، از بالا بینگریم دریا را که چه خیلی میفهمیدم میشه چون تانوز فکر نکنم در 110 کیلومتری بالا شده باشیم یک جایی نباشیم. رفتیم؟ نه 110 متر یا رفتیم فقط تیاره نی؟ دیگه جایی نه یا بریم سیف کنیم چی خمار. مو دفعه پیش آماده بودیم، دفعه پیش اینجا را خوب گشتیم چکر زدیم اما در اونجا نرفتیم چون که ناوقت شده بود و اینجا تایم دارن از خود باید تا 6 بجه الی 7 بجه را باید بشی دیگه. به اون خاطر دفعه پیش ناوقت شده بود ولی این دفعه تصمیم داریم که بریم اولین کاری که میکنیم اونجا موریم باز ویدیو یک ویو خیلی خوب میگیریم از اون قسمت و بعد از اون موریم طرفای دیگهش را ویدیو میگیریم با شما دوستا شریک میسازیم. یام
قیمت های تیکت است که تا 7 سال فری است. از 8 ساله تا 12 ساله نفر 3 یورو میگیرن و از 12 ساله به بعد از 13 ساله نفر 8 یورو میگیره. حالا ما و ملیحه جان 2 نفر هستیم، موریم نفر 8 یورویی پی میکنیم دیگه. موریم بخیر. داره گرفتیم مال موریم داخل شی. این بلندی که میگیرین مو فکر میکردیم که البته اینجا اینا لفت دارن که مو باید لفت بریم بالا، اما اینا گفت نه لفت نیست، اینجا باید 74 به حساب سینه است، پته سینه است که مو باید او را قدم زده بریم تا اونجا را. اما گفتیم بیا بریم یک تجربه خوب میشه. از خاطر تیکتایش رو هم گرفتیم، موریم دیگه از بالا یک ویو خیلی زیبا را میگیریم. از در این قسمت لاین اپی است که تمام از اینا میخواه داخل برن. 74 پته زینه را میخواین قدم بزنن تا اینکه در قسمت بالایی برسن و ما هم در جمله از اینا شریک هستیم. موریم از قسمت میگیریم که ویو پایین چه قسم معلوم میشه، اما مطمئن هستم که خیلی زیبا معلوم میشه. فقط ما را همراه باشین، شما هم از ویو مستفید شوین. ملیحه جان هم در قطار از این دوستا هستن، میخواییم که ما همگی مداخل بریم. دوستا ما و ملیحه جان تقریبا 1 ساعت است که منتظر هستیم تا اینکه لاین اپ خلاص شود دیگه. تقریبا نوبت از ما آمده، کمی هیجانی هم هستیم داخل. از یک ذره خوب به نظر میرسه دیگه. بریم چی رقم هستیم. دوستا ما تقریبا 3 فلور همراه در لفت آمدیم و دیگه این راگکا را که میگیرین موریم اینجا فقط 74 ستپس است، یعنی 74 پته زینه است که باید میره واکینگ بکنیم دیگه. خیلی نفر است، خیلی توریست زیاد است. بالاخره رسیدیم به بالایی که مانده شدیم. سه نه 3 نبود، زیاد بود. اونجا 3 نشان میداد. در لفت تا چند نبود؟ تا 3 نشان میداد مگه؟ یا تا 3 فلور در لفت نشان میداد، اما بعد از اون 74 پته زیره دیگر در پیدا آمدیم دیگه. خیلی آدم مانده میکنه خیلی، اما خیلی ویو زیبا است که همراه شما دوستای نمیال فقط شریک میسازیم. خیلی مقبول است. عزیزایم ویو پرتغال از این قسمت بالایی.
اینجا البته تعداد اشخاصی که در قسمت بالایی میان از خود لیمیت دارن دوستا. فقط فکر کنم 20 نفر، حدود 20 نفر الی 25 نفر است لیمیت شی. باز این تعداد پس مورن پایین و تعداد دیگه که در پایین منتظر است اونا میان در بالا. و اینی پل به حساب پل هوایی که در اینجا است فکر کنم جوری عین چیز یک دانه در شهر کالیفرنیا امریکا است و یک دیگه هم در ترکیه است فکر کنم که قسمت آسیایی ترکیه را همراه با قسمت اروپاییش وصل ساخته. اما خیلی جای زیبا است دیگه، خودون شما دوستان میگیرین در تصویر. دفعه اول بود که دهی بالایی اما زدیم، زیاد وی خوب داشت، زیاد مقبول است. پشت سر میگریم که چقدر زیاد مقبول است. دیگه کسایی که میخواین بیان همین قدر ویو است پورا پنجره گرفتگی است که یعنی تو نمیتونی که سلفی بگیری یا عکس. دیگه کسایی که میگیرن این مقدار را چی دارن. باز ویدیوی از مرسه کنه کسایی نمیخواین کلیپ بگیرن بیان اینجا. یا این پنجره رو به خاطر سیفتی گرفته دوستا، چون که میترسن کلان است. بیخی پورا پنجره است. به خاطر سیفتی، چون که بعضی میترسن به خاطر بعضی از تفلا یا که یعنی از اینجا خدا نخواسته پایین نندازن به اون خاطر خدا پنجره و چیزا گرفتن. اما دفعه اول از ما است که اینجا آمدیم، ویو خیلی زیبا، زیاد مقبول بوده، تجربه خوب خیلی زیبا. خواستیم که همراه شما دوستان شریک بسازیم. هر کسی که میخواستن بند اینجا یک دفعه اینجا سر بزنین، تیکت خیلی ارزان، یعنی 8 نفری 8 یورو، یعنی خیلی خوبه دیگه، واقعا میارزه. بریم پایینم و شما ویدیو میگیریم اونجا هم زیاد یا حتما از قسمت های پایین هم ویدیو میگیریم. در اونجا هم خیلی چیزای دیدنی هست که شما دوستان میتونید که در ادامه ویدیو بینگرین. بریم. چقدر زینایی رزگرد چقدر جای تنگ. خب ای جایی نیست که ما از اینجا کم چیز خریداری کنیم، اما پیش یگان چیز اصلا مثل بایک این تو چیزا یک مالی هست. مثلا کسایی که از بالا در تا میان باز از اینجا میتونه یگان چیز بخرن، چون اینجا چیشی هم است، کلیسا هم هستنی دو پایین که است. اول کلیسا اینجا است، جای عبادتگاه است. باز از همون خاطر اینجا نشته است که گپ نزنین، چون اینجا مردم دعا میخوانن. دوستان اینی را میخواستم که ازشون شیر بکنم. خوب یک چی دارن؟ یکی است نماد لیزبون هستن. کسایی که مثلا مراد شدیم پاریس، اونجا برج ایفل است که در کل جای میفروشه، به خاطر کسایی که میخواید دیگه شارا بره توفا پورا میگه. باز در لیزبون کسایی که میان اینجا بازدیر توفا مو برده دیگه که شارا این نماد لیزبون است. این هم دوستا نماد به حساب سنگ یمی مجسمه است و کسایی که خوش میان از اینجا خریداری میکنن و البته ای با رفت میگیره با کسایی که عقیده به دین یا مذهب کلیسا دارن، اونا میان از اینجا خریداری میکنن. چیزای خیلی هست که مو درباره‌اش قدر معلومات نداریم، فقط خواستیم که یک ویدیو همراه شما دوستا شریک بسازیم
دیگه امین. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. دوستان اینجا یک جای خیلی زیبا برای عکاسی. قسمت مقبولی از اینجا. یعنی درخت های شکل اناناس. این فکر کنم درخت چی هست؟ کنی سیده؟ درخت خرما؟ یا exactly. فکر کنم کسایی که مفهمه بگن که درخت چی هست. فکر کنم خرما هست دیگه نه؟ گایز بالاخره در پایانی لحظات رسیدیم. ویدیو را که دیدیم که چقدر مقبول جایا داشتن دیگه. آلمونیم زیاد گوش نشدیم، یکان جای موی من خوردو باز گفتیم باش که دوستای خدافزی کنیم باز بریم. یا دوستان من دیگه چیز خاص گفتنی ندارم، فقط همی که برنامه ها را تا آخر بینگرین، فقط همی که سختره لایک کنین، کامنت کنین، نظریه های خود بنویسین، از نظریه های شما خوش بشیم، البته نظریه های خوب بنویسین. و اگه بعدم کامنت میدین امور که محترمانه کامنت مثلا بگی اینجاش خراب است یا اونجاش خراب است، چیزای خراب نگید. یا چون انسان خالی از اشتباه نیست، بعضی جاها یعنی کمی و کاستی و چیزا داره دیگه. شما در بزرگواری خود ببخشین، سابسکرایب بکنید چینل مرا. کوشش میکنیم که جای خوبتر لوکس بریم و بدون از او دیگه یگان کوشش میکنیم که محتوای دیگه پیدا بکنیم، یگان برنامه های دیگه که پیدا بکنیم همراه شما دوستا شریک بکنیم. فقط همین که برنامه های ما رو تا آخر بیننده باشین و ملیحه جان هم دیگه تنها نیلین. کدام چیزی دیگه گفتنی داریم؟ See you guys. See you guys. Bye bye. Bye bye.